السلام علیکم کدبانوانی عزیز. امروز طرز تهیه یک شوربای خیلی خوشمزه رو پیشنهاد میکنم با نام مستابه. مواد لازم: گوشت و سبزی، سیب زمینی، پیاز یک دانگی میگیریم و همه رو چارکونجه ریزه میکنیم. سراول به دیگ 3-4 قاشق روغن رستنی اضافه میکنیم. گوشت رو تا سرخ شدنش تفت میدهیم. بعداً به آن پیاز اضافه میکنیم و پیاز رو هم تا ملایم شدنش بریان میکنیم و 2 قاشق روبی رومی اضافه میکنیم. بعداً سیب زمینی و سبزی رو هم اضافه کرده 2-3 دقیقه تفت میدهیم و آبی سرد اضافه میکنیم. ماش و نخود رو اضافه میکنیم، نمک و ادویه ها و میگذاریم 30 دقیقه بجوشد. بعد 30 دقیقه بعداً برنج رو اضافه کرده میگذاریم 40 دقیقه تا آماده شدنش بجوشد. خوب آماده شده است. نوش جان. امیدوارم که پسندتان آمد. تشکر زیاد.